دوستان خواهش میکنم آقا ارتان فعلا صحبتی ندارن. برین کنار لطفا. ایشون الان حرفی ندارن. بعدا یه کنفرانس خبری تشکیل میدیم. اجازه بدین دوستان لطفا. اجازه بدین. برین کنار لطفا. خوبی؟ برین لطفا. لطفا برین کنار. آقا ارتان فعلا صحبتی ندارن. بفرمایید کنار. داداشمو گرفتن مامان. مغزشو پیدا کن. یه کاری بکن. باید یه کاری کنی. آقا ارتان شما بیکار کردی؟ نگهبان شرکت نمیخواستم اینجوری بشه داداش. من میخواستم اون فیلمو براتون بیارم اما دیر رسیدم. اون دوتا اومدن از زن داداشم فیلمو گرفتم. زود باش آقا برو. من و آیاز 2 سال پیش عاشق هم بودیم. در مورد خودمون چیزی به ارتان نگفتی فیروزه؟ مثلا میدونه قبلا عاشق هم بودیم؟ میگم دارن داداشمو میبرن. زود باش سریع کاری بکن. پس همیشه آدم بدو برنده نمیشن. آخیش دل من یکی که خنک شد. دیگه چیزی نمونده. باشه مامان. باشه. براک خوبی؟ براک خوبی؟ براک فیروزه بدو. سر باش فیروزه. چی شد آخه؟ یه دفعه آقا ارتان ایشالا زودتر آزاد میشید. چیزی لازم داشتیم بهم بگین باشه؟ میخوام با وکیلم صحبت کنم. باید بهش زنگ بزنم. درخواستتون رو به مدیر میگم. حق شماست که تماس بگیریم. بفرمایید. به نظر من مسخره است. چی مسخره است؟ چیزی که تو فکرته. این که اینو بری بدی به زیا، از هر طرف فرامون بد میشه. مامانت یه طرف، باباتم یه طرف. بدش من بابا. باشه نمیدمش به زیا. اونم از نوک پام شروع میکنه انقدر بهم شلیک میکنه که گوله ها از حلقم بزنه بیرون. منو ببین. تو اسم زیا رو از کجا میدونی؟ فکر کردی دختر آفتاب مهتاب ندیده گرفتی؟ خب من خیلی ها رو میشناسم. کلی از این آدما که گیر زیا میافتادن میومدن بار. دیگه باید بفهم این پولی که ازتون میگیره رو کجا قراره خرج کنه. سفدا خدا شاهده اگه چیزی بینتون باشه جفتتون رو میکشم. چرا سر من داد میزنی؟ خاطرخواه یکی از بچه‌ها بود، از اونجا میشناسم. آها الان انداختی گردن یکی دیگه. خوبه والا. پسر جون اگه میخواستم به دروغ بگم اصلا اسم طرفو بهت میگفتم. مراقب حرف زدنت باش. وای ماشاءالله ماشاءالله چه دوایی با نمکی دارین. خدا بخواد هر روزم بیشتر از دیروز میشه. ایشالله میشه. وای چقدر خوشحال شدم. همینطوری ادامه بدین پسرم. من بهتون اعتماد دارم. شما بدون منم این قضیه رو حل میکنین. آفرین بهتون. فقط یکم آرومتر هوار کنین چون سرم خیلی درد میکنه. باشه اما دعواتون رو تموم نکنین بعدن چک میکنم. ادامه بدین. زود باشین.
بفرما آتو دادی دستش تا 3 روز برنامه داریم. حرف نزن با من حرف نزن. ایشالله به ترافیک نمیخوریم. شعله هنوز بیهوشه؟ آره والا هنوز که بیهوشه. فیروزه؟ آیاز تندتر برو. آیاز گاز بده. باشه. فاروق، من در مورد گذشتم نمیتونم کاری کنم، نمیتونم چیزی رو عوض کنم، اما میخوام آیندمون یه جور دیگه باشه. میخوام این آینده تمیز باشه. خدا شاید تنها هدف من همینه. میدونم که زندگی کردن با زنی مثل من سخته، اما ما با هم یه راهی رو شروع کردیم. تو باید بهم اعتماد کنی، باید باور کنی که درد تو درد منه، خانواده تو خانواده منه. فاروق بیا اینو بگیر، بفروشش، برای بدهیت کافیه فکر کنم. آخه چی کار میکنی سفدای من؟ با تراکتور از روم رد شدی لهم کردی. آخه این چه کاریه دختر؟ چه کاریه؟ شوهرمو از دردسر نجات میدم. نمیخوام پیش خانواده‌اش شرمنده باشه. براکینو بهم داد، خیلی خوشگله، از دیدنش سیر نمیشم. اصلا دستم نکردم، اما چه میشه کرد؟ نوش جونت. نمیخوام. اگه سرمو میبریدی بازم انقدر درد نمیکشیدم. بازم من دلتو شکستم. ببخشید، تو رو خدا ببخشید. معذرت خواهی نکن فاروق، والا من معذرت نمیخوام. فقط بگو آدم میشی. بگو این چیه خوشگل‌تر از اینو برات میخرم. یه چیزی که از درخشش چش بقیه در بیاد، یه زندگی خوب برات میسازم. اینو بگو. اما از همه مهمتر اینه که بگی دیگه خودمو تو دردسر نمیندازم، آدم میشم. برات میخرم، عین همینا، اصلا بهترشو میخرم. این آخرین باره، آخرین بار. بهتر از اینو برات میخرم. فعلا اینو ببرم بدم به این مرتی که بی‌شرف حرف میزنه. میخوام چاقو رو بکنم تو حلقش. قول میدم. اینجا چی شده؟ سرش خورده جایی؟ نه، یه دفعه از حال رفت. ما هم دلیلشو نمیدونیم. از کی بیهوشه؟ نیم ساعتی هست. برید براک عجله کنی. یعنی چه شده؟ برید سریعتر. میگم اون دیگه چی بود فیروزه؟ نمیدونم. بمونید، خبرتون میکنی. باشه. برای ارتون ناراحت شد. چرا باید ناراحت بشه آخه؟ آدمای بد باید به سزای کارشون برسن. هرچی باشه داداششه. آدم که نمیتونه خانواده‌شو خودش انتخاب کنه.
همین که شما با هم خوب باشین برای من بسه. اصلا برای مهم نیست این یکی ناراحته، اون یکی رفته زندان یا این چیزا. تو کوچه بودیم، با فیروزه داشتیم حرف میزدیم، یهو اومد. الوان دستاش خونی بود، گریه میکرد، گفت مرد. من کشتمش، یاسینو من کشتمش. گفت گلدونو شکستم کردم تو دلش، دیدم هنوز نمرده، خفش کردم، با کوسن مبل خفش کردم. وقتی من رفتم دیدم طرف مرده. نوشتی فهمی؟ بله آقا. باشو برو تحویلشون بده. بجام باشه چشم. تا نمیذاره قصر در برین، باید تاوان پس بدین، تک به تک همه تون با بدبختی تاوان پس میدین. ای بابا چقدر طول کشید، از بس منتظر موندم حوصله‌ام سر رفته. تو این فکر رو میکنی؟ ایشالله که اینطوری نیست، اما هر چیزی ممکنه. اما ایشالله که اون نیست. ای خدا، خوشحالیمون مثل صابون میمونه، همین که میگیریم تو دستمون یه دفعه سر میخوره و میره، غیب میشه یهو. ای خدای بزرگ ازت خواهش میکنم این دفعه دیگه اینطوری نباشه. فیروزه، دکتر بهمون یه خبر بده، دیگه کم کم میریم. الان با مهرش حرف زدم، تو راه داره میاد. آیاز آب اومد. چی شده؟ جریان چیه؟ باز حمله عصبی؟ نه فکر نکنم، بعد از اینکه ارتونو بازداشت کردن از حال رفت. خیلی خوبه. خب بالاخره یه سری هم از این جریان ناراحت میشن. انقدر عاشقش بود متوجه نشد داداشش داره جلوی چشمش تبدیل میشه به یه هیولا. بایدم شوکه بشه. میرم بهش سر بزنم. شما همراه این خانم هستین؟ بله ماییم. حالش بهتره، زیر نظره. یه خونریزی خفیف داره، بهش دارو دادیم و تحت نظر داریمش. چه خونریزی؟ اینطور وقتا اتفاق میفته، نگران نباشین. باید استراحت کنه و مراقب خودش باشه به خاطر سلامت بچه. متوجه نشدم. چی؟ چه بچه‌ای؟ این خانم حامله است. 10 هفته. خبر نداشتین؟ میتونم خواهرمو ببینم؟ بله بفرمایید. فیروزه مریض خسته نکنین. بله دوره. عزیزم مهوش خوبی؟ بچم خوبه، چیزیش نشده. حالش خوبه؟ آره خوبه دیگه. فقط چرا به من نگفتی حامله ها؟ اون بیرون هممون خشکمون زد دختر. هممون یعنی کیا؟ من، آیاز، حتی فیروزه. فیروزه عزیزم حالت خوبه؟ نمیدونم چی بگم آخه، منم شوکه شدم. باور کن. هیچی نگو چون حرفی برای گفتن نمونده. اما عزیز دلم شنیدی که گفت فقط 10 هفته است. قبل از اینکه تو و آیاز با هم روبرو بشین، خب یعنی با هم نامزد بودن دیگه. خب نامزد بودن، قرار بوده ازدواج کنن. اگه اینطوری نبود خب معلومه بهتر بود، اما حالا که دیگه کارش نمیشه کرد. میدونم اما ناراحتم. چی کار کنم؟ من برم یه چایی چیزی بگیرم، تو هم همینجا بمون تا بیام.
فیروزه یکم قدم بزنیم. به همه تبریک میگم، حق به حقدار رسید. چشممون روشن. من به تو چی گفتم آلیه؟ داری چی کار میکنی؟ دارم جوابمو میگم. سر حرفت باش. رأی دادگاه هم گرفتی که یاشار میری دادگاه درخواست طلاق میدی، از همدیگه جدا میشین. مامان جون تو رو خدا اینجوری نگو. من تو خونه که با پول کثیف اون بیشرف خریداری شده زندگی نمیکنم. ولش کن. نمیذارم تو و بچه هامونم زندگی کنی. چی کار میکنی تو؟ میری پاسش میدی. چرا باید بهش پس بدم؟ مگه مغز خر خوردم؟ خونه مال منه، به اسم منه. تو چه کاری؟ این حق قانونی منه، شیربهاییه که دومادم بهم داده. همه اینو میدونن، تو چطور نمیدونی ها؟ همچین چیزی وجود داره، بهش میگن شیربها. خبرتونه بابا؟ صداتون کل محلو برداشته. داماد عزیزت یکم پیش دستگیر شد، با فیلم و مدرک ثابت شد من درخواستو بهش داده بودم. فکرشو بکن، اون همه آدم کشته، به اون همه آدم تهمت زده. چرا این خیالت نیست؟ وقتی سرتو میذاری رو بالش نمیگی این خونه با پول خونه اون همه آدم خریداری شده؟ آخه عزت نفست، غرورت، حیثیتت، انصاف داشته باش عالی. انصاف، یکم انصاف. خودت انصاف داشته باش، به خاطر این کله شقیه توی که این همه سال توی این خونه پوسیدیم. برات متاسفم. دیگه هیچی نمیگم. مامان من، آخه این چه حرفایی بود که به بابا زدی؟ باید بیشتر میگفتم، فقط اونه که با شرفه. اما ارتان بیشرفه. بابا راست میگه، اون بیشرف به منم پیشنهاد پول داد که بابامو بفروشم. نباید تو این خونه بمونیم. باشه، تو هم اینجا نمون، با بابات برو. کجا بری؟ من تازه اومدم. هیچکی هیچ جا نمیره مامان جون. خونه رو میفروشیم، پولشو میدیم به اون بیشرف، یه جا رو واسه خودمون اجاره میکنیم. ما که عادت داریم. سلطانم، خودم برات یه خونه قشنگتر میخرم. تو اول برای خودت یه شورت بخر. نمیخواد واسه من خونه بخری. میخوای چیکار کنی؟ به خاطر این خونه میخوای از شوهر طلاق بگیری؟ ما رو هم حتما بفرستین یتیم خونه. آره مامان جون، اینو بده بابا، هر کاری میخواد بکنه خلاص شیم. یه روزم شده خودتونو بذارین جای من، فقط یه روز. برو کنار ببینم. همش دعوا، تموم نمیشه اینا. فیروزه جان، نمیدونستم. فهمیدم. اگه بهت بگم فقط همون یه بار از روی اجبار بود، حرفمو باور میکنی؟ آیاز، حتی اگه از روی اجبارم باشه، 2 ساله که با براکی. فقط میخوام بدونم بهش حسی داری یا نه، همین. فیروزه، براک فقط برام یه دختر خوب و دلنازکه، همین. تو قلب من فقط تویی. من نمیتونم برای وقتی که نبودم ازت حساب پس بگیرم. این حق رو ندارم. اما این اتفاق انقدر مهمه که نمیدونم چطور زندگیمونو تغییر میده و چه تأثیری روش داره. یعنی نمیفهمم، واقعا نمیتونم درک کنم. میفهمم فیروزه، دارم میبینم. نمیخوام بترسونمت، نمیخوام ناراحتت کنم یا دلتو بشکنم، اما منو باور کن، عشقمو باور کن.
نمیتونم فیروزه، من نمیتونم برم و بیخیال بشم، اصلا نمیشه. اما اگه اجازه بدی میتونم هم بابای اون بچه باشم هم دستای تو رو بگیرم. بهم اعتماد کن، خواهش میکنم، باورم کن. مامان کجاست بابا؟ من چه میدونم؟ آشپزخونه هم نیست که. الان میافتی. یا پایین دختر خدای نکرده میافتی پایین. چی کار میکنی؟ یا پایین همسایه. آلیه بیا پایین میافتی. بیا پایین آخه. میافتی یه چیزی میشه. آلیه بابا مامان رفته رو پشت بوم. خدایا توبه خدا، خودت صبر بده. یا صاحب صبر، یا صاحب صبر. بیا پایین آلیه. دیوونه شدی آلیه. میافتی یه چیزی میشه. اینجوری میکنی آلیه. بیا پایین آلیه. نکن این کارو آلیه. نکن این کارا چیه آلیه؟ چرا این کارا رو میکنی؟ همسایه چرا اینطوری میکنی؟ وایسی مامان قربونت برم، من داری چی کار میکنی؟ پات سر میخوره میافتی یا؟ میخوام برم فاروق، بیفتم برم اون دنیا. کسی اینجا منو نمیفهمه، شاید اون دنیا درکم کنن، شاید. من تو رو خدا این کارو نکن. تو رو خدا ببینم زندگی تو هم میشه مثل زندگی من. باباش چیه که پسرش چی باشه؟ خدا میدونه زندگی تو روی کدوم پشت بوم تموم میشه. مامان خوشگلم بیا پایین فدات شم. مامان این کار گناهه. تو رو خدا نکن. آخه یه سند پیزوری که ارزش این کارا رو نداره. سند من نگو بیزوری، خودت بیزوری. وقتی یه عمر منتظرشی ارزش داره. من بدون این خونه میمیرم. بعد از من بفروشینش، واگذارش کنین، هر غلطی دلتون میخواد بکنین، اما من نمیذارم خودمو بفروشین. باشه به کسی نده. بیا پایین. آلیه صبر کن، این کارو نکن. جلو نیا، خودمو میندازم پایین. این کارو نکن. صبر کن آلیه، خفه شو آلیه. این کارو نکن آلیه. کی به فکر منه؟ کی میدونه منو چی خوشحال و ناراحت میکنه؟ این یه ذره خوشحالی هم از من دریغ میکنی. بیا بریم تو خونه، اونجا صحبت میکنم. چه خونه ای آشار؟ چه خونه ای؟ خودت گفتی اونجا خونه ای قاتله. ما که خونه نداری، هیچ خونه ای نداری. من به جز اینی هیچی ندارم. با گند و کثافت مردم زندگیمو گذروندم، فقط به خاطر این. همیشه آرزوی یه خونه داشتم، حالا که دارمش به نظر شما حریص شدم، به نظرتون بی عزت و بی حیثیتم. چرا؟ میخوام یه خونه داشته باشم. این کجاش حریص بودنه؟ فقط میخوام یه آشیونه داشته باشم، یه خونه داشته باشم. اگه بازم میگی نمیشه پس بهتره بمیرم. آلیه خیالت راحت میشه. راحت آلیه نگاه کن، آشیونت خونوادته، آشیونت بچه ها تن منم. آلیه نه این 4 دیواری. این که کجا سرتو میذاری رو بالش مهم نیست، مهم اینه که با کی میذاری. مهم نیست غذای تو قابلمت کجا میپسه، اونایی که قاشق به دست دورش وایسادن و تعداد قاشقا مهمه. دیوارا باهات نمیخندن، باهات گریه نمیکنن، باشون حرف بزن، جواب تو نمیدن. اگه خونواده داشته باشی آشیون هم داری. فکر کردی نمیدونم؟ تو هم دلت خونه، عقل و قلبت دارن با هم میجنگن، عصبانیتت هم واسه همینه. تو هم نمیتونی به این خونه و این سند بگی آشیونه. آشیونه یعنی خانوادت. آلیه بیا بریم، ما رو از داشتنت محروم نکن. بیا دستمو بگیر. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. آفرین آیاز دنبالت بودم.
چیزی شده مهوش؟ نه، براک به هوش اومده، میخواد تو رو ببینه. از آدمایی که کاری که میخوان انجام میدن خوشم میاد. بابا تو از زندان آزاد کردی، شوهرتم انداخته زندان. حتما خیلی ناراحتی نه؟ آخه هنوز ماه اصل نرفتیم. ببینم چرا چشمات پر از اشک نمیشه؟ هر چی دلت میخواد بگو، هر چی هم که میخوای بپرس، خودت هم خسته نکن. آیاس خوبی؟ بهترم. راستش میخواستم غافلگیرت کنم. کی فهمیدی؟ یه هفته ای میشه وقتی تو بیمارستان ازم آزمایش گرفتن فهمیدم. چرا نگفتی براک؟ چرا با هم در میان نذاشتی؟ آخه همه چی یهویی شد. روزی که فهمیدم مامان صفیه فوت کرد. وضعیتت، رابطه‌ای که با داداشم داشتی، منتظر زمان مناسب بودم. عصبانی شدی؟ نه حق با توه. فعلا به چیزی فکر نکنیم. تو خوب باش، خوب از خودت مراقبت کن، بقیهش مهم نیست، مهم اینه. سفدا جونم، ناراحت شدی؟ آره خب سخته، این همه اتفاق پشت هم افتاد. اتفاقای زندگی ما هم که تمومی نداره، یکی میمیره یکی میره پشت بوم، ما اینیم دیگه. عین فیلم میمونه زندگیمون. حالا که عضوی از ما شدی بهتره به واقعیت بدون فتوشاپمون عادت کنی دختر. آره بله. چه گلی ها؟ بادزد قنچه شکوفه نکردم و پرپر کرد فاروک. من امروز به انگشترم رو دادم، مامانت هم سند رو داد. میدونی چیه؟ امروز آینده خودم رو دیدم. زن بیچاره از بالای پشت بوم داد زد. خدا میدونه آخر زندگی تو روی کدوم پشت بومه. به حرف مامانم گوش میدی؟ آخه اون عقلش سر جاشه؟ به نظرم که خیلی هم سر جاشه. آره خب این چیزا رو تجربه کرده. در ضمن برای اولین بار به فکر من بود. آره برای اولین بار به نفع من حرف زد. عقلم اومد سر جاش. ای خدا، آخرم کاسه کوزه سر فاروق شکست. وای اگه دروغ فاروق، عمر من به پای تو تباه میشه. معلومه مثل مامانت باید سندمو فدا کنم. تازه شاید قد مامانت خوشبخت نباشم، باز اون یه بار اسمش توی یه سند رفته. به نظرت برای من امکان داره فاروق؟ نه امکان نداره. من سنم از این که فکر کنم عشق برای آدم نون آبه گذشته. فهمیدی؟ اگه منو میخوای باید پول دار بشی فاروق، وگرنه برمیگردم به همون بار. حداقل اونجا قرقرای مادر شوهر ندارم. والا دارم اینجا میسوزم و میسازم. چیه؟ برای همین از حالا حواست باشه. گوشم با توه. اظهاراتتون رو تحویل دادم. بازپرسم نیروهاشو فرستاد تا الوانو برای بازجویی بیارن. پلیس الان رفت خونه‌شون. باشه.
ببخشید خانم، با آلبان پینار کار داری، میشناسیش؟ چی شده؟ مامان منو قایم کنی، یه کاری بکن. اومدن دنبالم. چی شده خواهر جون؟ از کی قایم شدی؟ داداش پلیس آدمه دارن میخوان منو ببرن. تو رو خدا منو بهشون نشون ندید. چه پلیسی دخترم؟ این چی داره میگه یاشار؟ دخترم میفهمی چی داری میگه؟ کی تو رو ترسونده ها؟ کی تو رو ترسونده؟ عروس یه لیوان به این آب بده. بگو ببینم دخترم، آروم بگو چی شده، آروم بگو. بابا دارن در میزنن. باز نکن، تو رو خدا منو بهشون ندید. آروم باش عزیز دلم. باشه آروم باش. بابا باز کنم. دخترم چی شده؟ تو رو خدا من نکشتمش، به خدا من این کارو نکردم. آروم باش، یه لحظه آروم باش. کیو نکشتی دخترم؟ بابا دارن در میزنن. برو باز کن درم. باشه آروم باش خواهر گلم، آروم باش. آروم از اول تعریف کن. کیو دخترم، کیو نکشتی؟ یاسین. بفرمایین. آلبان پینار خونه است؟ بله. باید برای دادن اظهارات با ما بیاد. بگیم بیاد. چه اظهاراتی سرکار؟ مظنون به قتل یاسین آسمانه. بهم حمله کرد، بعد اونجا چیزه یه گلدون بود برش داشتم، اما به خدا نکشتمش، به خدا نکشتمش. من این کارو نکردم، بعدن مرده، من نکشتمش. باشه عزیزم، یه کاری کنید منو تحویل پلیس ندید. باشه دخترم، من اینجا. نذار منو ببرن بابا. باشه عزیزم. تو رو خدا نذار منو ببرن بابا. تو رو خدا نذار منو پلیس ببرن. نترس. آروم باش دخترم، آروم باش. زده به سرتون مگه؟ یه دختر بچه چه ربطی به قتل یاسین داره آخه؟ حکمش همینه. اگه خونه است بگیم با ما بیاد. میایم سرکار. بابا جون کجا داری میبریش؟ آلبان پینار تویی؟ بابا بچه الکی میترسه آخه، این چه کاریه؟ منم میام. باشه پس سوار شین. بابا جون کجا میرین آخه؟ بذار من یه 2 دقیقه باهاشون حرف بزنم. بریم دخترم، بیا بریم. نترس، بیا بریم عزیزم. بابا جون نترس دخترم، بیا. بابا چرا به حرف اینا گوش میدی؟ برو تو درو ببند. منم رفتم اظهاراتمو دادم دیگه. بابا جون برو دختر، سوار شو. نترس خوشگلم. نترس دخترم، من پیشتم. بیا. سوار شو. نترس دختره. منم میرم، میخوام وقتی میرسن اونجا باشم. فعلا بابای منو نگاه، آخه چه زود قبول کرد. آخه من نمیدونم الوان چه ربطی به مردن یاسین داره. کشتنش واروک. چی داری میگی؟ من که نمیگم، اون خودش گفت. آیاز چقدرمون تو موندا. باشه قبول، میخواد بابای خوبی باشه، اما نه دیگه تا این حد. شعله چی داری میگی؟ مگه همین الان تو منو آروم نمی کردی؟ ببینم تو نبودی اون حرفا رو میزدی. باشه بابا من گفتم، اما گفتنش راحت تر از عمل کردنشه. آخه خب میگه چیکار کنم؟ 9 ماه حاملگی داره، زایمان داره، نقاهت و 1000 کوفت و زهرمار دیگه. شعله چی کار میکنی؟ ببین من دارم خودمو به زور کنترل میکنم. لطفاً تو دیگه اینطوری نباشه. باشه
باشه دیگه. چطوره؟ خیلی خوبه. بله سرهات. بله سفتا. دایی دختر قشنگم. بابا حالا چی میشه؟ نترس دختر، من پیشتم، از هیچی نه. بازپرس منتظره، عجله کنید. آره فیروزه ما الان رسیدیم، باشه منتظرتیم، زود باش بیا دیگه، تو رو خدا. باشه الان میام. باشه هر کاری لازمه بکن تا ما بیاییم. فیروزه چی شده؟ من باید برم مهدیش. آیا از کجا داری میری؟ اگه بیدار شد چی بگم؟ اگه کار فاری پیش اومد زنگ بزن بهم. باشه اگه سراغتو گرفت چی بگم؟ الان میام، دارم میام. باشه فیروزه یه لحظه صبر کن ببینم. ای بابا پلیس الوانو برده. چی؟ فیروزه سوار شین. مطمئنی تو نباید اینجا بمونی ها؟ براک خوبه، خواهرم اینجاست، بیا بریم. زود باش. شناسامش. باید اثر انگشتتو بگیریم. دستتو بیار جلو. بیار جلو، نترس. حالا اون یکی دستت. یه جوری عجیب شده بود، اما من اصلا متوجه نشدم برای چیه. فکر میکردم فکرش پیش امتحاناشه، گریه میکنه مثلا چرا به جای 20-19 گرفته. اخلاقش اینطوریه دیگه، برای همین نفهمیدم. از کجا باید میفهمیدم؟ بذار اصراتشو بده بیاد بیرون ببینیم چی شد. یاسین از این بچه چی میخواسته آخه؟ الوان چطور همچین کاری کرده؟ من که نمیفهمم به خدا. چیو بفهمیم مامان جون؟ بیشرف مردش هم دست از سرمون بر نمیداره. من بهش گفتم به خواهرم نزدیک نشو، بهش گفته بودم این دختر بیچارم از خودش دفاع کرده. خدا میدونه اگه الوان از خودش دفاع نمیکرد اون نامرد چه بلایی سرش میآورد. دفاع کردن جرمه؟ وارو کارون با شر بشه. جهنم بذار شر بشه. نتونستم ازش مراقبت کنم، نتونستم مواظب خواهرم باشم، نتونستم. بابا چیزی بهش بگو. به خودت بیا، آروم باش. یعنی چی بهش گفتم نزدیک نشو؟ ببین بابا، اون بیشرف اومد پیش من بهم گفت الوانو بده بهم. چی داری میگی؟ مرتیگه منحرف اینو بهت گفت؟ آره. الوان؟ ها؟ دختر با اون کوچیکی مگه میشه عروسی کنه؟ مشکل بزرگ کشور ما همینه، یه جوری رفتار میکنن انگار کار درستیه که دختر بعد شارو عقل میکنن. پسر تو چرا اینو زودتر به من نگفتی؟ چطور میگفتم بابا جون؟ تو که تو زندان بودی، اصلا گفتنش چه فرقی میکرد بابا؟ حداقل به من میگفتی احمق جون. چشاشو در میآوردم. خدا چی کار کنم؟ خدایا خودت به دادمون برس. شب حادثه تو خونه یاسین آسمان چی کار میکردی؟ اومد سر راهم بهم گفت بیا. یعنی با هم رابطه داشتی؟ نه به خدا. بهم گفت بیا که بهت کمک کنم. بعدشم. 2
بهم حمله کرد. چرا بهت حمله کرد؟ همه چی یه دفعه اتفاق افتاد. بغلم کرد. تو هم برای همین کشتیش؟ من نکشتمش. خواستم دست نگه داره و این کارو نکنه. بیا. جناب بازپرس گزارش آماده است. بیارش. بفرمایید. اثر انگشت مطابقت داره. اینجا میگه تو کشتیش. نه به خدا من نکشتمش، راست میگم بهتون. من فقط میخواستم جلوشو بگیرم برای اینکه بهم دست نزنه. گلدون اونجا بود. اینا رو به قاضی بگو. الان باید تا زمان دادگاه تو بازداشت باشی. ای وای دخترم، وای چی شد عزیزم؟ سرکار میشه بگین چی شد؟ تا زمان دادگاه میره بازداشت. چرا؟ نمیدونم، لطفاً بذارید بریم. یعنی چی؟ یاشار یه کاری کن. انگار بازپرس گفته باید بازداشت بشه. وای خدا دارم اصاره الان قش کنم. آلی آروم باش آلی. ماما داداش الوان کجاست؟ داره اظهارات میده. داد الوان کشتتش. چرا اینطوری نگاه بکنی فیروزه؟ یه جوری که انگار از هیچی خبر نداری. تو همه چی رو میدونستی اما به کسی چیزی نگفتی. آره؟ الکی نبود همش توی اتاق پچ میکردی. فیروزه تو خبر داشتی؟ دختر اگه میدونستی چرا به ما نگفتی تا یه غلطی کنی؟ تو خواهرتو بدبخت کردی. فیروزه هیچ تقصیری نداره. هر کاری کرد برای نجات اون بود. فیروزه فقط برای نجات الوان زن ارتان شد. دختر دیگه چرا ویلچر نخواستی؟ دکتر گفت باید خوب استراحت کنی. براک بیا شب اینجا بمونیم، خودم پیشت میمونم. تو چرا مهوش؟ آیاز باید پیشم میمون نه تو. بابای این بچه اونه. چطور تونست منو تنها بذاره؟ عزیزم ببین اون دیگه نامزد تو نیست. میگی بابای بچه‌مه اما از بچهش خبر نداشته، بهش نگفتی، نمیدونسته. به نظرت تونسته قضیه رو درک کنه؟ باشه ببین خوشگلم، باور کن باید میرفت، باور کن. انگار یک کار فوری براش پیش اومد، باید میرفت دختر، وگرنه تو رو ول نمیکرد. با اون رفت نه؟ با فیروزه رفت نه؟ هنوزم با همن نه؟ چی؟ برای همینم باهاش رفت. چی داری میگی هنوز با همن؟ آیاز و فیروزه قبلا با هم بودن مهوش. قبل از من با اون بوده. من متوجه شدم. من با چشمای خودم یادگاریشون رو دیدم. باورم نمیشه. نبایدم بکنی چون این موضوع تموم شده. با این بچه دیگه اون جریان تمومه. آیاز مال منه، مال ماست. باشه اون مال ماست. باشه جونم، بیا بریم.